سس سیره برای شاورما چیکن، شاورما مرغ. مرغ رو میریزیم گوجه. خیارشور، سبزی، سس تون. اول یه مقدار سس مخصوص رو میزنیم، یه خطم سس تون میاد روش. خیلی حرفه‌ای تری تا بچه ها دستشون میلرزه. این ساندویچ رو با یه مقدار روغن میره واسه گریل. میزنیم سرش. این حالت استوانه ساندویچ. درست میشه این ورش شده. روحام دقیقا نیم ساعت فکر کنم گذاشته بود برای که این حالت یه مقدار دیگه کار داره. یکی رو من خودم کمک کنم. این میاد این ور. بریم تو کارش. سس تون. بله. یه گاز دیگه برو. شگفت آوره. میتونم بگم بی‌نظیره. خیلی خوشمزه است. اصلا انتظار چنین چیزی رو نداشتم. چجونه دار. گفتی سس انار. انار رو تست کنیم حالا. این بهترین غذا تو هوای سرد. واقعا فراتر از انتظارمه. یه دونه با مخصوصش میریم حالا. سس مخصوص. سس مخصوص. حالا میریم با یه لقمه عربی توم، یه استایل عربی بهش میدیم. اینو میذاریم سرش. آهنگ بک‌گراند شگفت آور واقعا خوشمزه است. نمیتونم این حجم از خوشمزگی رو کنترل کنم. سلام، هلو. اینجا محمد شاورماه. یه شیوی بهش بده ایول. داشته شما آره عالی. برش‌های اول خیلی مهمه. برش‌های اول قیافه سیخ و میزون میکنه. شده با مواد ادویه‌های عربی. مثلا یه ذره از اون ادویه‌ها رو آوردم با خودم اینجا. عالیه، مرسی. نه شما میتونی بو کنی حتی. من یه ذره ریزی کم دستام نمیدونم چه طرفی. تون داره؟ نه زیاد. خیلی خوشمزه است. تابسکار ببینم میگم برش‌های مراحل زیاده. برش‌های چیپسی باید بریم. خیلی باریک، چون زیاد برش‌های کلوف بدی به یه قسمت خام مهمه. روش شد به صورت چیپسی برش بود. شکل سیخ دونر خیلی مهمه. باید یه حالت استوانه بهش میاد، اینجوری از پایین باریک میشه. بهش میاد استوانه دیگه، درسته؟ آره. با یه شکل استوانه به سیخ بدیم. یعنی بالاش باید شیبدار باشه. آره یعنی بالاش باید بزرگتر از پایینش باشه. الان باید یه برش‌های خاصی رو بزنیم. چشمت هم زده. آره شاورما اصلی ما، ولی خب ما توی محمد شاورما گوشتش هم داریم. این چیه الان؟ این گوشتشه. خوشمزه است؟ خیلی خوشمزه. اون ادویه رو قشنگ حس کردم.
حالا از اینجا پایینش این شکلات اینجوری